بعد از چاپ شدن یک نشریه درباره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، وکیل دفاعی تاجیکستان فیضی نیسا واحدова و فرزندانی در خارج تحصیل می‌کرده‌اش را اشخاص نامعلوم توسط رسانه‌های اینترنتی و فرستادن SMS پیام به تلفن دستی خود فیضی نیسا تحقیر و تهدید کرده است. اما فیضی نیسا واحدova این تهدید را تنها از جانب کارمند مقامات قدرتی می‌شمارد. فیضی نیسا واحدова به خبرنگارمان درباره چگونه تهدید کردن او و فرزندانش را که طریق SMS پیام ها ارسال میشد نقل کرد. او افزود که بعد چاپ شدن آن مقاله مرا بارها تحقیر کردند که اخیراً سنه 13 ایول سال روان در شبکه اجتماعی فیسبوک یک شخص به نام فریدون محمودی SMS پیام آمد که در آن چنین نوشته شده بود: تو فکر میکنی همه این نوشته هایت همین خیل میمانند؟ تو و اهل عائلت را حالا خیلی بدبختی ها انتظارند و فرزندانت در کجای نباشند میابیم. اما بعد از فرستادن این SMS پیام، آن شخص نامعلوم نامناسبی که در فیسبوک داشت در حال از فریدون محمودی به احمد ستارов تغییر یافت. فیضی نیسا میگوید: هرچند من میدانم که تهدیدها در جامعه بسیارند و چندین بارها خودی مرا تهدید کرده بودند، اما این دفعه من برای خودم و فرزندانم بسیار نگران هستم. واحدova معتقد است که مؤلف این حرف ها را میشناسد و در حالت ضروری اگر مقامات تفتیشات آغاز کند با دلیل و اسناد اثبات خواهد کرد که این نوشته را کی به او روان کرده است. این ادوکات معروف چون این تهدید را نسبت به او بدون شک از کارمندان مقامات قدرتی میداند. برای تفتیش این قضیه واحدova با پروکراتور ولایت سوخت با عریضه مراجعت کرده خواستار تحقیق این پیام ها شده است. اگر پروکراتور چاره ضروری ناندیشند مجبور است که برای حفظ حقوقهایش به سازمان های بین المللی مراجعت میکند، میگوید او. مثلا این فریدون محمودی که نمونسب اصلی از دیگر میباشد، دقیقا من میدانم که او کارمند ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت سوخت بوده. من در اختیارم دلیل ها دارم که او در مقامات امنیت کار میکند. اخیرا از این قبل چندین مرتبه به من اشکارا تهدید نموده بود. من در حیرت هستم که این روز رتبه‌داران مقامات حفظ حقوق به جای پیشگیری جنایت خود به جنایت دست زده به شهروندان تهدید می‌نمایند. بنابراین در یک وقت من مقامات پروکراتور ولایت سوخت را در جریان گذاشتم که اگر به من و فرزندانم و اهل اویم یگان ضرر جسمانی رسانده شود یا یگان عاقبت وزین به میان آید، این عمل از جانب وکالتداری همین مقامات امنیت در ولایت سوخت با نامناسب ساخته فریدون محمودی که نامناسب اصلی است و وظیفه اشغال کرده‌اش را در مقامات امنیت من هنگام پرسش افشا میکنم روی داده است. خیلی اگر در حالت از جانب مقامات پروکراتور نااندیشیدن چاره ها مربوط به معین کردن شخصیت و به جوابداری جنایتی کشیدن این جنایتکار رتبه‌دار مقامات امنیت، من تصمیم گرفتم به تمام مقامات های نظارت کننده بالایی مراجعت خواهم کرد. هنگام ندادن نتیجه این بحث رو به سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان برده شده اثبات خواهم کرد که در یک دولت صاحب استقلال حقوق بنیاد مسئولین نهادهای قدرتی نظامی دست به تهدید جسمانی نیست و نابود کردن شهروندان خود مشغول هستند.